گفته شده 3 چیز خداوند پنهان کرده در 3 چیز که غنیمت بشمارید. رضایت خدا و خوشنودی الله در لابلای طاعات و بندگی ما پنهان است. یعنی ما نمیدونیم در کدوم طاعت رضایت بیشتره. ممکنه همون عملی که چیزی به حساب نمیارید، کوچکش میشمارید، چنان درش رضایت خداست که فکرش نمی کنید. پیغمبر فرمودن علیه السلام لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجه طلق. از خوبی ها، از معروف و نیکی چیزی رو کوچک مپندار، حتی اگر شده در حین دیدار و ملاقات با برادر مسلمونت با چهره خندان و بشاش، ممکنه همین لبخند تو، همین چهره باز و خندان تو چنان سرور و شادی و در دل یه مؤمن بندازه که فکرش نمی کنید. بالاخص وقتی تو جایگاهی دارید، مقام دارید، پول دارید، ثروتمندید، اهل منصبید، یه انسان مظلوم، فقیر، بی‌نام و نشان تو جامعه از کنارش میگذرید، اگر بهش سلام بکنید، یه لبخندی بزنید، میدونید با خودش چه میگه؟ میگه حدرم و دانست. فکر نمی کنید که این بنده خدا چقدر خوشحال می شود، چقدر لذت میبرد از سلام تو، از روی خوش تو. خیلی وقتا ما بدون اینکه خودبین باشیم و از کنار مردم میگذاریم، سرمون رو پایین میندازیم، سلام میکنیم، یه سلام سرد، یه سلام نمی کنیم. اما نمیدونید که این سلام سرد، این سلام علیک نکردن چقدر تأثیر منفی میتونه تو دل این بنده خدا بذاره. و این بنده خدا ممکنه مظلومه، ممکنه فقیر، ممکنه مسکینه، پیش خدا قدر و منزلت داره. و نکته دوم، خشم و غضب خداست. خشم و غضب خدا در معاصی پنهان است. یعنی نگو این مکروهه، این گناه کوچکه، این همه انجام میدن، منم انجام میدم. ممکنه همون عمل کوچک که گناهه درش خشم و غضبی باشه که انسان رو بدبخت بکنه. ایاکم و محقرات الذنوب، بر حذر باشید از گناههای کوچک. نگو چون گناههای کوچک ممکنه یه وقت به نحوی همون گناه کوچک تو رو هلاک بکند. و مورد سوم گفته شده که محبت خدا و دوستی خدا نسبت به بندگانش پنهان است. ما نمیدونیم که خدا کدوم بنده اش رو بیشتر دوست داره. ما نمیدونیم. ممکنه همون بنده خدایی که ما چیزی به حسابش نمیاریم پیش خدا قدر و منزلت و جایگاه والایی دارد و جزو اولیای مقرب الله جل شأنه. ما که نمیدونیم، خبر از اسرار مردم نداریم، خبر از دل و باطن مردم نداریم، خبر از نهانها و خلوتها نداریم. لذا به همه احترام میگذاریم، به همه سلام میکنیم، به همه روی خوش نشون میدیم که ممکنه از لابلای همین افراد یه سری افرادی باشن که جزو اولیای هستند، که وقتی دلشون رو شاد میکنید دل ولی خدا و دوست خدا رو دارید شاد میکنید. لذا پرهیز بکنید از ناراحت کردن مردم و بندگان خدا. بالاخص به ظاهر نگاه نکنید و به ظاهر قضاوت نکنید، حتی اگر به ظاهر فرد نه تنها از نظر چهره او و لباس او و موقعیت اجتماعی، بلکه از نظر رفتار و اخلاق و دینداریش چیزی به حساب نمیارید، تحقیرش نکن که ممکنه انسان مغرور بشود، بچرکن نماز و عبادت خودش و دیگران رو به حساب نیاره. همون بنده خدا که به ظاهر از نظر عبادی و دینی و ایمانی حسابش نمی کنید، ممکن است چنان تقوای خدا، محبت خدا، خشیت خدا دارد که من و تو نداریم. خبر نداریم از دل مردم.